سلام، با برنامه نقاب از تلویزیون یک خوش آمدید. در برنامه کنونی ما دختر 17 ساله را با خود داریم که از آوان کودکی از سوی برادرش مورد خشونت قرار گرفته شده و تا کنون خشونت او را سایه‌وار تعقیب می کند. در پلوی خانم حافظه ما میمانان عزیزی را با خود داریم که به معرفی می گیریم. استاد شلا فرید، آگاه مسائل حقوقی، آقای سید محمد جواد شریفی، آگاه مسائل شرعی، عادله امرخیل، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر. بر بنیاد گزارش ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی 4 ماه نخست سال جاری خورشیدی آمار خشونت به 1748 مورد میرسد. در این مقطع زمانی 474 مورد خشونت فیزیکی، 400 مورد خشونت روحی و روانی، 152 مورد آزار و اذیت جنسی، 356 مورد خشونت اقتصادی، 365 مورد خشونت های دیگر چون اخراج از منزل، ندادن حق ازدواج و بیش از 70 مورد قتل های ناموسی و تجاوز جنسی نیز توسط کمیسیون مستندسازی شده است. خب حافظه جان، به برنامه خوش آمدی. میشه به ما بگویی که چطور بر خانه هم نامدی؟ ما در خانواده 6 خواهر 2 برادر بودیم. برادرم بسیار خشونت میکرد بالای ما. من خشونت نمیفهمیدم. پدرم بسیار مریض بود، هر قدر که تداوی کرد خوب نشد، امکان خوب شدن نداشت. برادر بزرگ بسیار ما را لدوکوب میکرد. 4 خواهرم به مرور زمان عروسی کردن، به مسندای خورد عروسی کردن. خشونت نتانستم تحمل کردم. برادر بزرگت خشونت میکرد؟ بسیار خشونت میکرد. در خانه ماندیم، 2 تا بیادر، یک خواهر من، یک خودم ماندم و یک بیادرک خوردم ماند. پدرم هم زنده بود واده. برادر کلانم بیادرک من بسیار لدوکوب میکرد، به خاطر که مادرم سمزی ببینه مادرم از بین بره یا که پدرم از بین بره. اگر پدرم نقصه خود به دست بیادرک که میداد، میگه بچه به من دوا بیار، نقصهش برایش میزد، میگفت یک مرد دوستی و یک مرد مستم، برو خودت بیار. بس پدرم خانه میشش گریه میکرد، بخی من به میروز اولاد کلان کردیم. مادرم او حالت چه دیده نمیتونست. مادرم پیش از اینکه امرای پدرم مشوره کنه رفت امرای بیرون، امرای همسایه مشوره کرد. گفت زندگی به اوج خود رسیده، ناداری و غریبی، چطور کنم؟ اگه من همینجا یک نانبایی واس کنم شما من همکاری میکنیم؟ همسایه قبول کرد، بله همکاری میکنیم. مادرم در خانه من به پدرم گفت من یک کار پیشنهاد کنیم باز که چی میشه. پدرم بسیار پریشان شد، گفت نه که باز نقص میکنیم باز چطور شد. مادرم گفت نمیخوایم اولادکایم از دستیم بره. نانبایی خود شروع کرد، چند مدت نانبایی میکرد، خوراکا پیدا کرد از نانبایی. سن پدرم که میدید بسیار حال مادرم خراب میشد، میگفتی چطور کنم مریضی از ایره. چند بار پیسه نانبایی را پاکستان به تداوی رایی کرد. همون نقصه را که میخورد خوب میشد، باز که دوایش قطع میشد باز بهتر میشد. دیدن که برادرم در وطن آمد. وطن که آمد دید که حال ما خوب است، بازی خشونت شروع کرد که یا چرا محتاج من است، چرا دست پیش من دراز نمیکنه. برادر چی کار میکرد حافظه جان؟ برادر متروان بود. چرا یا دست پیش من دراز نمیکنه، چرا از من یا چیزی نمیکنه. زندگی برادر از زندگی شما جدا بود؟ اول یک جای بود، بس ما را ایلا کده رفت. پدر ناجوری مرد جای خود ایلا کده رفت. پدر من از وطن پیش در کابل آمد، گفت باش برم همونجا تداوی خدا کنم، خدا خوب کنه اگه خوب شوم. اینجا که آمد 10 روز بعد فوت کرد. پدر فوت کرد، قلبش کلان شده بود. بس به کابل پیش کی آمد؟ کابل که آمد پدر؟ اینجا آمد گفت های از رقم که ظلم میکنه قبول میکنم. مگه هم تداوی یعنی خانه بیادرت آمد؟ خانه امزی آمد. خب گفت هر رقم ظلم کنه قبول میکنم، خیر است. امروز پدر ما بچه باز 2 روز رفتن آمدن از این تیر شد، این فوت کرد. این که فوت کرد به وطن ما تلفن کرد، برادرم به مادرم گفت، یعنی نگفت که فوت کرده، گفت آلو مریض از گپ زدن نمیتونه، اگه میایم دلت نمیم دلت.
مادر تا گفت؟ مادرم گفت. مادرم هم از اونجا خیست آمد، از وطن خیست کابل آمد، دید که هیچ نفس در جان ازی نیست. همزون دستاری خود زد گفت امیر واضح بریم هی گفتی تو هم کفنی از رو می آوردم. پیش بیادرم بسیار زاری کرد. پیش زاری کرد خیر بچه، خیر جان مادر، امی تاکسی بی که برو وطنم کفنی از رو بیار. گفت برو مادر تو بیکار هستی، من مردم نان دادن نمیتونم. یعنی که پدرت شب نگاه نکرد و ام وقت دفن کرد که مردم جمع نشه بخاطر از نه حتی خودم رویش ندیدم. خب بالاخره پدرت فوت کرد، دفن شد، پدرت به مرگ خود مرد. میشه که جریان فوت همشیریت بگو چه قسم همشیریت فوت کرد؟ باز مادرم پس وطن آمد، چند وقت اونجا بودیم، برادرم از ایران آمد. از اول پدرم خبر شد که فوت کرده، آمد از ایران، دید که ما همین تو خوب هستیم دیگه، ما 2 نفر هستیم. باز برادر کلانم آمد، باز این دفعه برادر خورد من بسیار دلاسا میکرد، بسیار در دست و در مشت خود گرفته بود به دلاسایی. بیا در جان یک جای شویم، مردم بد میگه، مردم خرد نمیکنه سر ما، 2 بیادر در 2 طرف ششتن، بیاردم یک طرف شویم، آردم برادرانه زندگی کنیم، آردم تو کنیم بخی دیگه. بیادر کلانیم دیگه، بیادر خورد من بخی دیگه چی کردم. توش میگد برو مادر بگو خیر بیا یک جای شویم. نمی من او آدم سابق نیستم، من دیگه آل تغییر کردیم. برادر خوردیم آمد پیش مادرم گفت مادر خیر است بیا یک جای شویم، خدا مهربان است، آدمی دیگه خوی نمیمونه. باز مادرم گفت نکو بچه، دست من از آسمان خطا میدی، پای من از زمین خطا میدی، نکو بچه 2 دختر من دست میره. گفت نمیره، از دست نمیره، چرا دست بره. باز برادر بزرگم گفت خیر است بیا بریم برای 3 ماه کابل بریم، اگر دیده که خوب بود کوجیتا بیار میطلبم کوجیتا، اگر دیده که خوی همونجا تاب نشست پس که وطن برو. باز مادرم گفت خیر است قدر که یا میگن یا آل جور بازیشان شکست، پدرشان از بین رفت، بیا میرم قدر دیم. باز ما 2 تا خوارا امرای بیادر خودیم، امرای مادر یک جای کابل آمدیم. کامل کامل فقط برای 2 ماه بسیار خوب بود، اینقدر خوب بود که هیچ احساس نمیکنیم که ما پدر نداریم، احساس میکنیم که بسته جهان از ماست. باز امتناع در آراتارا ما هم شنید که در مکتب درس میخواندیم. مکتب هم بودین شما؟ درس میخواندیم، اون در چی گرفته بود که من شما را غرض نمیگیرم مکتب برین. باز یک شب بود در خانه ما آمد، نان خوراک های ما جدا بود، در خانه ما آمد، من امروی همشیرین گفت دیگه مکتب رفته نمیتونی، این میگه بی اول آخریم است. باز مادر می خود طرفش بالا کرد گفت بچه تو به من نگفتی که ما یار مکتب میمانم؟ گفت برو. خود گفتنار ما یک راگزرم میگم دیگه. همون مادرم تو به جواب ماند، دیدم که ما هم در مکتب رفته خود ادامه دادیم. دیگه روز شد که خواهرم بسیار لطکوب میکرد از خاطر مکتب. چه خواهر لطکوب میکرد حافظه جان؟ خواهر دستو که کلان مکتب و برادرم رو لطکوب میکرد میفنه رو مکتب. صف چند مکتب بودین اردویتان خواهر خودت و کلانت و خودت؟ من صنف 4 بودم و صنف 8 بود دیگه. او که نرفت، او یک مسته خیاطی هم کار میکرد و اونجا 15 روز مانده بود که ماش و ماشین خود بگیره. برادرم باز دوباره آمد اختار داد گفت تو رو میگم دیگه کورس هم رفته نمیتونی و مکتب هم رفته نمیتونی. باز به خواهرم گریان کرد گفت نکو بیادر جان خیر است، 15 روز مانده، من 15 روز میرم ماش خودم میگیرم، ماشین خودم میگیرم دیگه که هر چی بگوی من گفتت میکنم، نکم این 15 روز بان من نیکم قدم مشتم وار کردم دان زود 2 دندان شکستان. گریه کرد گفت بیادر جان خونه ما کشیدی. گفت خونه پس مانده. برادرت که برای خواهرت مادرم گریه کرد دختر چی گناه داشت که زدی؟ گفت چوب گم نزد.
برادر خودم خبر نمیکردیم از جریان میگفتیم اینا نور میزن آنگار میکنم عرقم که روزانه ما لحظ میخوردیم یا حالت که سرمون میامد ما خورتر حکر نمیگفتیم مادر میگفت برش نگوین بچه خود قد از میزنه و خود اوگار بکنه او را همین شد که همون روزم که مانه کسی که رفت خیاطی از کوچه را دور داد یه که دور داد قدم دستی بیل که مور کد نزدیک در فرق از خورده بود فرق همشیره این که دایده در خانه رفت از پشت دایده آمد این به چنان لط کده بود که جای سفیدی در جانش نمانده بود باز ما در خانه انداخت گفت من میرم نان میخورم شما دمتون رو راست کنید نفس میایم رفتم پیش زن برادر خزاری کدم زیر پایش افتادم گفتم تو رو لیازم زیر قرار نگه دیگه تو بانی که مال بیایی بزنم مادرم نیست خانه قرآن پیش آوردم گفتم سر اولادت قسم اگه تو دیگه این بانی خیرت ماری هم زیر شما مادر میایی بخیر باز دیدم که دم پشت درازش اشته بودم هم شیریم دیگه هم هشت کشیم دو میرفتم زوف افتاده بود دیدم که مادرم آمد دروازه رو کم تلو که دستی باز کنم بیش از یک آزا پرسان کنم در خانه که داخل شد سنیال از دختر که دید نزدیک کس بیرون شده بود مرایش گرفتم گفتم مادر کجا میری؟ گفت همه کار دارم گفتم تو بیا بیش اینجا این لد نخور دیگه همون تو مریض هست همون تو مریض شده بازی کشیشت تو که سر زیر که دست نکرد بگنم خلطه کچالو مانده هم تو سرش بغون شده بود بازی گفت خیلی دختری تو زندگی نمیشه دیگه من صدای خلا نمیکشم میگم بعد از قوم است شهرم است صدای خلا نمیکشیدم دیگه من مال این دقیقه میرم دوزه همشهرین بیچاره خدا بیامرزشم نیست خدا دامنش دردن گفت مادر نرو خیر است خدا میره من از کسی روز نجات بیافت میرم مانیزی شد مانیزی که شد دیگه زندگی نادانی هم به اوج خود رسیده که میگه خست که بگوی در خانه نیست مای روزم است از اونجا مادرم گفت از خانه برام گفت بچه اونجا نمیرم برای خود کار پیدا میکنم باز مادرم از خانه برام گفت بسیار گفتیم چی کار پیدا میکنم گفت میرم یک کار پیدا میکنم بچه مای روزه آمد گوشنا روزه گرفته نمیشه باز برام رفت چند ملا پرسان کرد گفت ما گدایی کنم گفت اگه من گدایی کنم گناه ندارم گفت ندارم خب بالاخره مادرت گدایی کرد با سرنوشت خواره چه شد؟ باز ما مکتب خود رفتیم باز اما سر جنازه که آمد یک ذره خوی ازی تغییر کرده بود حتما قوم برش گفته بود که نکو اولاد پدرت از نکو که نمیافی مادرت اذیت نکو باز همون شد که آمد بسیار خوش رقمه که بیادرم خوش تغییر کرده بود دایی هم خوش تغییر کرد بسیار که مکتب میرفتیم موتر در آیزی استاد میکرد و جان الله میگفت و در آغوش خود میگرفت بسیار دیگه بخی خود تغییر کرده بود و روزی شد که من از مکتب وقت رخصت میشم اون وقت دیدم که یک روز نمی آمد و 6 منتظر که نامد 12 شد 1 بجه شد 2 بجه شد 3 بجه شد خدا مادرم از سر کار خود آمد گفت دختر نامده گفتم نه نامده چرا نامده گفتم نمیفهمم بک رخصت شدم راسن خانه آمدم شب شد برادرم آمد یک جای نمیدن شما؟ نه من وقت رخصت میشدم اون وقت رخصت میشم فقط 1 ساعت 1.5 ساعت تفاوت داشتیم برادرم از اینکه پرسان کردیم که کجا هست گفت دخترت نامده مادرم گفت نه دخترم نامده سرم شب مادرم چیزی که چیز در خانه بود کالا بود هر چی بود و نبود ازش برد علم زیارت بسته کرد هر شب ما بیادرم روز در کار میرفت شب دیگه موتر میگرفت میگفت بیا بریم شفاخانه رو سعی میکنیم بیادرم معلوم است که در کجا است دیگه بسته شفاخانه افغانستان سعی کردن نیافتن ایده پس آمدن خانه 3 شب 4 شب گذشت
این گنبدش نیافته میشه، نیافتیم کجا هست کجا نیست. مادرم یک قطره هم ندان نمیزد. دختر ما که تو نبود، اولاد ما اگه تو می بود دمون ناداریایی میرفت از پیشیم، این تو نبودی. یک شب آخر بود برادر ما آمد گفت مادر، گفتم ورخطا، گفتم گفت پیش دخترت میری؟ حتی نفهمید که من چی پای کنم چی بپوشم، همین پایلوش ده. گفتم میرو. گفت تو رو به یک شرط میبرم که سر صدا نکنی. گفت نه سر صدا نمیکنم. میره که برد شفاخانه تیبی عدلی. وقتی که اونجا داخل شد هیچ چیزی نبود. پس برام گفت برادر اینجا هیچ کسی نیست. گفت تو یخچال نمیشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. همین روان که اول کمی کش کرد که همشیریم خدا بیامرزن تو افتاده. از گوشکای چشمش، از دماغش، از لبش، از اردو گوشش خون سر کرده بود. چادرش به گرد گلونش علقه زده بود، خفک کرده بود دیره. چه قسم فهمیدین که کی کشته؟ امیر میشه جریان قصه کنی؟ بله، به خاطر که پشت کل ما رو امی بیادرم گرفته بود و ما نمی از بین برده بود. به خاطر که اول به شخی گرفت که باش که من یارا این رقم گرفت و بعد از بعد گفت باش که گرفت از رای مکتب برد و خفکش کرد. یعنی که اول به دوستی گرفت و پسان بازی یک کار کرد. بله. آفزا جان، باز همگی خیش قومتان فهمید که ایره کی کشته و خفک شده؟ خانواده تان فهمیدن؟ فامیلایتان در جریان بودن؟ فهمیدن که چی گپ شده؟ وقتی که ایره دیده که مادرم باز بر آمدن، پس تا خانه را آمد، پس که رفتن باز اونجا برادرم کدام نفر پیسه داده بود مامون نفرهای تیبرلی که سر دلش پاره کرده بود، شکمش تا این مثل عملیات دوری. باز مادرم اختار داده بود، گفت اگر از دانت بر آمد باز میبینی که آل تو رو از این آل بتر میکنم از این کده تو رو در چای بدرف گور میکنم. یعنی که بار اول که مادرت خوراک دادید شکمش پاره نبود؟ باز پسان هیچ پاره نبود، هیچ زخم ترنگماز یک زخم سوزن نبود. آقای شریفی، از دید شریعت بعد از پدر متکفل احاشه خانواده کی است؟ در صورتی که تمام جایداد پدر برای در ایام زندگی و بعد از زندگی به پسر کلان مانده باشه، پسر بزرگشان مانده باشه. از نظر شریعت بعد از پدر سرپرستی امورات کودکان صغیر و دوش پدر بزرگ است اگر مانده باشه، اگر نبود به دوش پسر بزرگ متوفاست. و در مایملک یا میراث پدر تمامی اطفال بازمانده ها و دختر و پسرشان سهم داره که از نظر شریعت سهمشان معین شده و طبق قانون شهر باید سهمشان بینشان تقسیم شده و هر کس از سهم خود استفاده کنه. بنابراین اگر پسر مایملک پدر را در تصرف خود میگیره و حق قانونی سایر اطفال و کودکان یا ورثه را پامال کرده و او یک آدم متجاوز است و باید با مراجعه به منابع قانونی از حق از پیش از روی حق از اینا گرفته شد و تحت سرپرستی مادرش قرار بگیره. آقای شریفی، دیدگاه شریعت در مورد تحصیل دختران چی است؟ تحصیل دختران، خب تحصیل از نظر شریعت برای هر انسانی پیامبر بزرگوار اسلام میگه که واجب است برای هر زن و مرد مسلمان که تحصیل کنه. بنابراین تحصیل یکی از ضروریات زندگی است که هیچ کس حق ممانعت از او را ندارد، چون پیامبر عظیم الشأن اسلام تجویز کرده و خداوند برای بندگان خود اجازه تحصیل داده و دین اجازه داده است. بنابراین کسی حق ممانعت از تحصیل را ندارد. ممنون آقای شریفی. خانم فرید، ببینید شما اینجا چند خشونت اتفاق افتاده که غصب میراث است، عدم پرداخت نفقه، تصرف در اموال پدر و ممانعت از تحصیل، قتل خواهر. در اینجا ما خشونت، تنها خشونت نمیبینیم بلکه جرم هم میبینیم. دیدگاه قوانین کشور با ویژه قانون من خشونت در برابر این گونه قضایا چی است؟
پیش از اینکه ما به قانون برم، یک سلسله مسائل است که ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را در خانواده نشان میده. لذا ضرورت احساس میشه که اعضای خانواده برای پیشبرد یک زندگی با تفاهم و با اجتماعی همگانی در داخل خانواده با هم تفاهم داشته باشند. این تفاهم از کجا نشأت میکنه؟ این تفاهم از بزرگای خانواده، به این مفهوم که اگر سطح آگاهی و سطح دانش، خصوصا سطح سواد در بین اعضای خانواده وجود داشته باشه، چنین مشکلاتی به وجود نمیاد. من در نهایت امر وقتی قصه از خواهر شنیدم به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از اعضای خانواده از این خواهر ما از آگاهی‌های حقوقی برخوردار نبودن. نه تنها آگاهی حقوقی، بلکه از لحاظ شرعی هم یک کشور اسلامی هستیم. اسلام و دین مقدس اسلام برای خانواده، برای اعضای خانواده حقوق و تکالیف خاص را تعیین کرده که در هر کدام از اینا از خود دارای تکالیف و حقوق در داخل خانواده است. بیشترین حق را که در خانواده اسلام داده برای پدر خانواده داده، به این مفهوم که حق ولایت بر اولاد خود داره. بدبختانه پدر مریض از خواهر ما نتونسته از صلاحیت ولایت خود در خانواده استفاده نیک انجام بده. عامل از این مریضی از پدر از اینا بوده و همچنین عدم آگاهی و عدم موجودیت سواد در خانه از اینا. و از سوی دیگه برادر به مفهوم استفاده از حق ولایت بعد از پدر ظلم و خشونت علیه خواهرای خود، نه تنها خواهرای خود، حتی با مادر خود روا داشته. ببینید چقدر سطح تربیت در اینجا ضعیف بوده که پسر بزرگ خانواده در حال که خود مسلمان میگه و یک مرد مسلمان است، ولی هیچ چیز از اسلام آگاهی نداشته که چین خشونت ها را روا داشته. قانون منع خشونت، مطابق سوال شما اگر من جواب بدم، قانون منع خشونت بسیاری از موارد به عنوان موارد خشونت ذکر کرده و در اینجا تصریح شده که هرگاه لط و کوب، مانع شدن تحصیل زن و همچنان قتل که خودش یک جرم است، باز هم در قانون منع خشونت افغانستان که به فرمان تقنینی از فعلا مریل اجرا است، اینا را کلش از جمله موارد خشونت دانستن. و اگر خواهر ما یا یکی از اعضای خانواده در اینجا مراجعه میکردن در به نزدیکترین سارنوالی که در محل وقوع این خشونت وجود داشت یا در محل زندگی از اینا وجود داشت، خامخا برخورد قانونی صورت میگیرد. پس عامل دیگه که برای موجودیت خشونت در خانواده بیشتر زمینه را مساعد میسازه این است که خواهرای ما زنها در افغانستان کمتر دسترسی به مراجع عدلی قضایی رسمی افغانستان داره و یا اصلا این آگاهی در نزدشان موجود نیست که اینا برای رسیدن به حق خود به این مراجع مراجعه کنند. ممنون استاد. خب حافظه جان، میشه به ما بگویی که خب وقت چرا مادر در کدام نهاد قضایی و حقوقی مراجعه نکرد به خاطر شکایت از برادرت که همشیره تا کشته بود؟ خاطر مادرم گفت که اول شرم است از قوم و از کوچه و دومی بچه من اختار داده اگر که از نانت برآمد حال تو را و حال از این طفلات از این بدتر میکنم، یک رقم گوشش و شما را عذاب کش میکنم. باز مادر چی تصمیم گرفت بالاخره که نرفت برای مراجع قانونی؟ چند مدت از مرگ از تیر شد. یک ملا بود، دوستای برادرم بود، آمد به مادرم گفت مادر گفت اینمی بچه خورد بسیار جوانی داره، آیا فیتان موی از این نکد خیانت چه امیر بگی برو یکم سن. گفت ما تو رو خبر کردیم دیگه ش نمیفهمم دیگه. امیر ملا بری مادرم گفت که رفیق بیادر ما بود، بیادر کلانه. این دیگه من بین نیا گفتم، مادرم تصمیم گرفت بیادر که خور نگفت. گفت بچه می گفتم گفت ما بسیار پشت وطن دیق شدیم، بیا که بریم وطن. گفت 1000 دفعه هر جایی که تو بگویی من منجا تو رو بیبرم. باز دیدم که یامی کجموج جمع کردن، رفتم گفتم مادر خیلی است من امروی ببر، بچه نمیتونم. قرآن شریف آوردم گفتم مادر خیلی است نه من مره پیش از ظالم ها نمیتونم. بچه چرا نمیخواست که تو رو ببره؟ مادر بیادر کلانم بر مادرم اختار داده بود که اگه دختر قد خود یک جای ببری یا کار سر دلش میزنم، کار خودم برش نشان داده بود، یعنی کار من برای جور کردیم. یا کار سر دلش میزنم، از این دولت خبر میکنم، از این مردم خبر میکنم، میگم مادرم این کار خراب است از این میکرد، من این گیر کردم تحمل نتونستم این زدم. اگه بگوی در روز بعد از پشت فرار کو بیا، باز میگم 7 کار سر دلش میزنم، میارم پالوی از دیگهش زیر خاک میکنم.
مادرم گفت من یالا اولاد خود دیدن نمیتونم. باز همون بچه رو گرفته رفت دیگه وطن رفت. من اینجا 5 ماه پیش از یا ماندم. 5 ماه که ماندم بسیار سرم از ظلم میکرد. به این اندازه ظلم میکرد وقتی که بیادرم خوردم که وطن رفتم به مادرم گفت روز ازی خوار روز سگ جور خواد کردن یا گفت خیره بچه بسپارم دیگه ایدم به خدا دادیم. سکو حافظ جان باز این برادر خوردت برای مادرت نگفت که چرا این خوارک میمونی و مرم کت خوب میبری و بیا که بری میگی چرا میگه برادرت نگفت برادر که خوردت؟ برادر خوردیم از مادرم پرسان کرد گفت حالی را نمیبریم روی ما مادر اونجا تنها باشی میده اینجا تنها گفت بچه خیر است پیش ازی با نکرد نگفت که نمیمانه که نان یارده یخند نشه پیش ازی گفت بان خیر است تفلای بیادرت خورد است این باشه پیش ازی ها بس بیادر که قبول کرد گفت خیر است باشه. باز از رفتن یک 5 ماه تیر شد خوارم هر که 18 سال از بین برد و برادره که 12 جدی یعنی برادرت هم کشت؟ بله. چه قسم کشت؟ میشه اینجوری قصه کنی؟ بله. با خاطر خودت گفتی که برادر مادرم گرفته رفت به ولایت ما پس چه قسمی برادر دیگه گرفت کشتش برادر کلان برادر خورد کشت؟ آنی که در خانه اگرازم تو جمع بربارک شد از زن برادرم پرسان کردم گفتم چی گفت است خانه؟ هیچ گفت نسدم رای از همه پرسان کردم گفتم خیر است بگوین چی گفت است خانه؟ گفت برو تو خیر پشت ازی گوا نگرد. گفتم خیر است بریم بگوین من به کس نمیگم. گفت اینجا آجیا میه خانه ما. گفتم آجیا چرا خانه ما میه؟ چرا خانه خود نمیره؟ گفت نه اول خانه ما میه. امی شد که نفر زیاد شده رفت دیگه من حالی رو جارو میکردم دستایم بچینان یخ زده بود دیدم که امی یک نفر از پیش رویم تیر شد یک ورق دادش بوده اعلان نامه نشته بود امی یک دفعه بر خطا شدم گفتم اپیان مادرم چیزی شده دویدم در جان امی گفتم خیر است بریم بگوین خیر است هر رقم شده بریم بگوین گفت چیزی نشده برو دیدم که دختر خوارم آمد گفت وای قمی که مامایم فوت کرده گفتم چرا یک دفعه خود زدم گفتم چرا فوت کرد کجاوان بود بس خبر شدم مادر دیدم که جنازه را آوردن که هیچ کبوتی در جان زینب فقط این قسمت یک ذره کبوت بود خلاص بس کفن از مادر پرسان کردم گفتم چرا گفت این که آمد از اولاد رفت اونجا رو بررسی کرد گفت یک سراچه آمده این زده پس طرف کابل آمده در بین زنجیر در بین تانگ این آدم زدن و او را امی برادرم زده بود پشتش بسیار گرفته بود ساطر میجاست. چه قسم فهمید که برادرت زده؟ چه قسم مادرت فهمید که باز با خودت گفت؟ مادرت بیادر دورایتان بود یا در خانه کت شما بود که یک گپ شده بود؟ نه او روزه که میرفت دمون را کار میکرد با شبکه خانه میامد بازم شب من از خانه کشیده تو شک کرده که برادرت کشته؟ چطور خودت مادرت شک کردین که کار برادرت کرده؟ اول خاطر شک کردم سر از این اولا بسیار پشت زیر گرفته بود و دمون شبی که فوت کرده بود امون شب من از خانه کشید بیادرم از خانه کشید به دیگه خانه رایی کرد گفت تو برو در دیگه خانه بشی من بسیار پریشان شدم چرا من کشید از خانه از پشت ورسی سعی کردم که کلشان آرام ششتن یا خبر داشتن کلشان که یک حالت شده باز آرام ششته بودن باز دیدم که باز صبح شد نفر کمی زیاد شد باز وقتی که جنازه رسید من از مادر پرسان کردم که مادرم دال نبود 15 روز مادر مرا پیچکاری کرد به کس نمیگی که یک حالت شده رقم دکتر می آمد یک رقم نمی آمد رقم دکتر می آمد روزی 2 دفعه مادر ما پیچکاری میکرد او بیهوش بود کس که پرسان میکرد مادرت کجاست مادرم بیهوش است نمیتونه گپ زده باز چرا مادرت بیهوش کرده بودن؟ چرا مادرت داوای بیهوش می؟ مقطع داده بودشن که اگه به خاطر از دختر یا به خاطر از بچه به کس گفتی باز آلت از این حال بتر میکنم بان که یک دفعه ختم از تیر شوه باز همزو خاطر این پیچکاری میکرد که هیچ دیگه دوال نباشه هیچ کس نبینه تا که رفت آمد مردم قطع شد یک ذره خوب شد یک ذره خوب شد دیگه باز تو جریان فهمیدی تو چطور فهمیدی که برادرت کشت؟ مادر دم وقت برات گفت وقت فاتیا گفت؟ نه من به این خاطر فهمیدم که از بین بردشه به خاطر که از مادر پرسان گفتم تو چند بجه شب بود که به برادر کلانم زنگ زدی که این حادثه شده گفت من 1 بجه شب گفتم اینا که 5 بجه شام خبر داشت گفت والا اوش نمیفهمم مقصد من 1 بجه به اینا زنگ زدم
یا 5 بجه دیگر خبر تشکر داشت. حافظ جان، تشکر. قصه های غمانگیز حافظ جان ادامه دارد. به یک وقفه کوتاه میریم، دوباره برمیگردیم.